حیات شاهسر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 24. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. آسیای میانه در دوره کوشانیان. دیکنف و لیفشیس تخمین می کنند که در حجت نسا شراب قید شده است که از لیگیانیرهای ساکن پارت شرقی آمده است. این تخمین جالب دقت است، ولی آن را بحث ناپذیر گفتن ممکن نیست، زیرا احتمال این اصطلاحات در رفت رابطه پارت و ریمی ها به زبان پارتی داخل شده باشد. شاید این کلمه بیواسطه از زبان یونانی گرفته شده باشد که آن معنای صف، دسته لشکر را داشت. در عهد پادشاه پاکار سال 40 پیش از میلاد، پارت ها حتی سوریه و فلسطین را تسخیر نمودند. آسیای صغیر به آنها مطیع شد. راست گپ ریم دیری نگذشته این جایها را باز کشیده گرفت. ولی مهمش این نی، مهمش همین که در عصر 1 پیش از میلاد پارت دشمنی توانای ریم بود و لشکری پارت ها بارها لشکری ریمیان را تارمار کرد. دولت کوشان، دوره اولی دولت کوشان. در آسیای میانه و اینچنین در ناحیه های جنوبی آن تا خود خاک شمال و غرب پاکستان بسیار وقت تنگه های یافت می شوند که در آنها از میان بالا صورتی مرد تصویر شده است و آن مرد در سر پیشانبند پادشاهی دیادیم دارد. موی سری مرد موج زده خیلی دراز شدند و حتی گوشهایش را پناه کردند. صورتی از میان بالای مرد به دایره گرفته شده است که از دانچه های ارزن مانندی پیوسته ترکیب یافته است. در قفای تنگه صورتی سواره می نماید که به طرف راست رفته ایستاده است. در میان سوار گریتی دراز غلاف کمان همایل می باشد. در پشت سری سوار آریه‌ی ظفر نیکه در پرواز است. معلوم که اسب قدم می زند، زیرا پای چپی پیشش را برداشته ایستاده است. سوار بالای زین آزادانه نشسته به طرف نگرنده تاب خورده است و این سبب تمامی تنش از پیش بر اعلا نمایان بوده. فقط سرش را اندک گردانده است و تنها یک بری رویش می نماید. گرچند تنگه نهایت خرد باشد هم تمام جزئیات موی سر و لباس سوار روشن نمایان می باشد و از آنها معلوم که سوار خودی همان پادشاهی است که در روی تنگه تصویر شده است. در اطراف تنگه به یونانی عباره ثبت گردیده است که از 4 کلمه عبارت می باشد. معنای کلمه یکم حاکم است و در این مورد همان کلمه یونانی استفاده شده است که از کلمه تیران برمی آید و در آن دوره این اصطلاح را نسبت به حکمران کار می فرمودند که مستقل نبود، یعنی حاکمی عالی نبود. کلمه دوم را اکثر وقت گیرای می خوانند و آن را نام خاصی یونانی می گویند که از نام آریه یونان گیره پیدا شده است. بعضا در ادبیات این نام را به طرز دیگر هم می خوانند. مثلا می آی هم می خوانند. خواندن کلمه سیوم جای بحث ندارد و آن همانا کوشان است. کلمه چهارم را از افتکار سنب خواندن در کار. به عقیده دویدویچ
عموماً خطی روی تنگه باید این خیل خوانده شود: حاکمی گیرای کوشانی سنب. به عقیده محقق این تنگه ها نومیزمات زوگراف تنگه های مذکور به تنگه های یوکراتید شباهت دارند و گفتن ممکن که در میانه های عصر یکی پیش از میلاد سکه زده شده. گنجینه تنگه های کلان نقره گیرای در مرکز ریان وخش یافت شد که آن در علم اولین گنجینه معلوم این پادشاه می باشد. غیر از این، لیتوینسکی 4 دانه تنگه خرد نقره گیرای را از ضمنه کوشانیان تپه شاه و 1 دانه آن را در ترمیز و 1 دانه دیگر را از کیقوباد شاه یافت. در برابر دیگر بازیافت‌ها، این بازیافت‌ها به ما حق می‌دهند ادعا نماییم که تنگه های گیرای در باختر و احتمال در باختر شمالی سکه زده می شدند. مأخذهای خطی درباره کسی که این تنگه ها را سکه زده است، یعنی درباره حاکم گیرای، یگان معلومات نمی دهند. یگانه چیزی معلوم این پادشاه کلمه کوشان است و از همین کلمه روشن که شاه مذکور به کدام سلاله منسوب بود. دایر به این مسئله دویداویچ نوشته است که کلمه کوشان پیش از نام سلاله و دولت پیدا شده، از طرف دیگر خلقها اعتراف شدن آن را جدا از معلومات راجع به یوجی ها دیده برآمدن کاری غلط است. اصلش را گیریم در مأخذهای درباره 5 قبیله یا قوم یوجی ها معلوماتی بیواسطه نیست. در خنشو و خاو خنشو 5 سیخاو یبغو ذکر شده. این 2 مأخذ درباره 5 سیخاو معلومات دهد هم معلومات آنها به 1 اندازه مفصل نیست و حتی به نظر گوناگون هم می نماید، ولی هر 2 مأخذ برابر به 1 اندازه تحریک می نمایند که به این مناسبت 2 مسئله زیرین را هر یکی را علاهیده به اعتبار گرفتن ضرور می باشد. یکم، مسئله نسبت 5 ملک و پایتخت های آنها و مقام آنها در دولت یوجی های کبیر. دوم، مسئله اتیمولوژی اصطلاح سیخاو و من بعد دیگر شدن مضمون آن. چژان تسیان که تخمیناً در سالهای 130-125 پیش از میلاد، بعضی محققان سنه انیق‌تری را پیش نهادند، ولی این سنه های انیق 1 چند تا است، به ملک یوجی های کبیر سفر کرده بوده است. چون این وضعیت را به قلم می دهد. یوجی های کبیر ولایت دخیه جنوب امو را تصرف نموده، خود در شمال امو مسکن گرفتند و در همان ناحیه کوچمنچگی می کردند. جهت مهم این معلومات همین است که هنگام بیان سرحد دولت یوجی های کبیر، دخیه سرحد جنوبی دولت نامیده شده است. 5 ملک نه در ناحیه های کوچمنچگی ذکر شده است و نه در خود دخیه. البته نبودن ذکر آنها اثبات نبودن آنها نیست. چژان تسیان دخیه را با چشمان خود دیده است و معلومات مفصلی وی آنها شاه و والیان کبیر ندارند، ولی در هر یک شهر و دیهاتی مستحکم خود حاکمی را به تخت شناندند. به نقطه وجود داشتن 5 و یا کمتر از آن ملک زنهار موافقت نمی کند. آن وضعیتی که چژان تسیان تصویر کرده است، ما شرطاً مرحله یکم تاریخ یوجی ها می نامیم که بعدی از طرف آنها تصرف شدن ناحیه های هر 2 ساحل امو سر شده بود. در مأخذ دیگر خنشو که تقریباً سالهای 80 سال شماری ما تعریف شده، واقعه های تا سال 25 سال شماری ما را در بر می گیرد، تماماً وضعیت دیگر تصویر شده است. پادشاه مملکت یوجی های کبیر
قرارگاهی دارد که در یکی از شهرهای واقع در شمال دریا جای گرفته است. سرحد جنوبی مملکت دخیه نی بلکه ولایت گیبین می باشد. خود یوجی ها در اول همچون دولت کوچمنچی تشکل یافته بودند. 5 سیخ‌ها هست که به یوجی های کبیر اطاعت می کنند. پس معلوم می شود که در بابت به مدنیت و اقتصادیات محلی و احتمال قسماً به حیات مقیمی مربوط شدن اصطلاحگران کوچمنچی و عمیق‌تر تشکل یافتن خود دولت یوجی های کبیر خیلی تغییرات به عمل آمده بوده است. در شهر وجود داشتن قرارگاه پادشاه، مقرر شدن سرحد دولتی و به آن داخل کرده شدن دخیه که در اول فقط به نام تصرف شده بود، نهایت عمومی و سطحی باشد هم به هر حال ذکری وجود داشتن شاهان یوجی های کبیر و 5 ملک علاهیده که از طرف 30 خواهای یبغوهای غیر مستقل اداره کرده می شدند، همه این معلومات ها فکری بالایی را تصدیق می کنند. معلوم نی که این گونه وضعیت کی آغاز یافته بود و چقدر دوام داشت. فقط همین معلوم که این گونه وضعیت پیش از سال 25 سال شماری ما وجود داشت و آن در تاریخ یوجی ها مرحله نوی می باشد که ما آن را مرحله دوم می نامیم. به عقیده دویدوویچ جولوسی گیرای به مرحله دوم یعنی به عصر 1 پیش از میلاد یا خود به ابتدای عصر 1 سال شماری ما تعلق دارد. پس از این مأخذها خبر می دهم بعد آنکه 100 سال یا اندک بیشتر از این مرور کرد، گویشوان کیوتزیوکیو دیگر 4 ملک را تسخیر نمود و خود را پادشاهی گویشوان خواند. ضد انسی به جنگ برآمد، گاوفو را اشغال کرد، پودو و گیبین را تارمار نمود و زمین آنها را ضبط کرد. کیوتزیوکیو 80 سال عمر دید. بعد از سر وی پسرش ینگاوچژن به تخت نشست و هندوستان را مطیع نمود و اداره آن را به یکی از سرلشکران خود سپرد. از همان وقت سر کرده یوجی ها تواناترین و بایترین خانواده شدند. مملکت های همسایه آن را پادشاهی گویشوان می نامیدند، ولی دربار خیتای مثل پیشتره آن را یوجی کبیر می نامید. گویشوان ترانسکریپسیای خیتایی کلمه کوشان می باشد که از روی تنگه ها معلوم است. اینک گیرای اولین حاکمی آلی کوشان در همان دوره بوده است که این سلاله اکنون بالا می رفت. ممکن است وی از نیاگانی پدر یا بابای حاکم کیوتزیوکیو بود که در تنگه ها نامبر شده است. تنگه های کوشانی در خاک آسیای میانه، افغانستان، هندوستان بسیار یافت شده‌اند. آنها مهمترین سرچشمه تحقیق تاریخ دولت کوشان می باشد. کتیبه هندی که نام شاهان کوشان را افاده می کنند نیز خیلی مهمند. غیر از مأخذهای خیتایی، در بعضی مأخذهای تاریخی هندوستان و تیبت درباره فعالیت شاهان کوشان کم و بیش معلومات به نظر می رسند، ولی همه این معلومات پارچه پارچه‌ای به هم ناوابسته بوده. آنها را به هم مقایسه کردن دشوار است و اکثر آنها به هم دیگر خلاف می باشد. مسئله خرونولوژی کوشان. مسئله خرونولوژی کوشان که آریمان 100 سال باز با جوش و خروش محاکمه می کنند، حالا هم مسئله دندان شکن است. به نظر اول کار آسان می نماید. کتیبه هایی را که در هندوستان و پاکستان یافت شده اند و نام شاهان کوشان را افاده می نمایند،
ابتدای آل کوشان حساب کردن در کار و خلاص. ولی گپ در این که در اکثر این کتیبه ها سال هست ولی اشارتی نیست که آن سال به کدام ایره نسبت دارد. احتمال سنه کتیبه ها از روی دو و یا یک چند ایره آمده باشد. انیق معلوم که در هندوستان یک چند ایره در یک وقت برابر استفاده می شد. مثلا ایره که از نروانه بودا سر می شد ایره ویکرم سال 57 تا میلاد، ایره سکه سال 78 میلاد و غیره. از روی تخمین آریمان در هندوستان قدیم سال شماری از روی ایره های اجنبی هم سلیبکی هم پارتی و غیره به عمل آورده می شد. غیر از این تخمین هست که در زمان کوشانیان سنه واقعه ها را موافق بسیار سنه های دیگر، مثلا سنه به باختر داخل شدن یوجی ها، سنه ابتدای عهد این یا آن حاکم و غیره حساب کردنشان ممکن بود. دشواری کار باز همین که در هندوستان قدیم عادتی بود که رقمهای صدی یا هزاری سالها را نمی نوشتند و فقط رقمهای دهی و یکی را می نوشتند. محقق انگلیس توماس سال 1874 تکلیف کرده بود که برای مقرر نمودن ایره یکی از مشهورترین شاهان کوشان کنیشکا ایره سیلیوکی را سال 312 پیش از میلاد به اساس گرفته به آن رقمهای صدی، در این مورد رقم 3 صدی را علاوه کردن در کار. در این صورت اگر بازیافت‌های نوترین خطی را به نظر گیریم، عهد کنیشکا باید در سال 9 پیش از میلاد سر شود. متخصصی مشهوری ارخئولوژی و نومیزماتیک هندوستان کانینگم در بین ایره ویکرم و ایره سیلیوک و غیره میکلوید. فرگوسون عقیده پیشنهاد که عهد کنیشکا از ایره سکه سال 78 پیش از میلاد سر می شود. بعدتر کانینگم هم به این راضی شد. من بعد این سنه در ادبیات خیلی معمول گردید. یکی از اپیگرافیست ها و محقق معتبر زبانهای خوتن و سکایی ها کونف که تمام مأخذهای این مسئله را با دقت از نظر گذرانده است، به یک قرار قطعی هیچ آمدن نتوانست. و چون ابتدای عهد کنیشکا سالهای 128 129 130 134 138 پیش از میلاد را پیشنهاد است. وی نشاندادهای استرونومی کتیبه ها را به نظر گرفته حرکت کرد که با یاردم استرونوم ها این سنه ها را معین کند، ولی به یک خلاصه آمده نتوانست. در آخران گفت که عهد کنیشکا تقریبا سال 200 پیش از میلاد سر شده است. خودی همین کلویش ها و جستجوی های چنین یک محقق نامدار نشان می دهد که حل این مسئله چقدر دشوار است. غیر از سنه های مذکور بسیار دیگر سنه ها هم پیشنهاد شده اند. مثلا گیرشمن تکلیف کرد که ابتدای عهد کنیشکا سال 144 پیش از میلاد حساب کرده شود. سال 1902 مقاله های محقق هند بهندر کار کتیبه های هندی با کوشانیان علاقمند را استفاده برده در زمینه تاریخ هندوستان فکت های تاریخی کوشانیان را تحلیل نمود و به خلاصه خارق العاده آمد. ماهیت طرز اثبات وی چنین است: به قبل وی که انعکاس درجه انکشاف همان وقته علم بود، ترتیبی به تخت نشستن شاهان کوشان چنین بود: کدجولا کدفیز، کدجولا کارا کدفیز، پادشاهی بینامی و ویما کدفیز. کتیبه 5 تره را که سنه‌اش سال 192 ایره نامعلوم است و
عهد یکی از شاهان بینام کوشان می باشد، بهندرکار به کدژول کدفیز وابسته می کند. وی شرطاً شمارید که این پادشاه بینام 3 سال پیش از کدژول کدفیز یعنی سال 123 ایره نامعلوم حکم رانده است. بهندرکار فرض کرد که هر یکی از آن 4 شاهی مذکور 20 سالی پادشاهی کردند، جمع 80 سال می شود و در این صورت عهد ویما کدفیز باید سال 200 ایره نامعلوم به پایان رسد. در کتیبه های در همان وقتها معلوم که در آنها نام های کنیشکا، خویشکا، ویسودیو بودند، سنه از سال 5 تا سال 98 ایره نامعلوم ذکر شده است. به عقیده محقق این سنه عیناً همان سنه مطلوب است و فقط صدیهای آن نیست. پس عهد این شاهان سال 205 ایره نامعلوم سر شده، سال 298 ایره نامعلوم به آخر رسیده است. وی تکلیف کرده بود که ابتدای این ایره ابتدای ایره سکه حساب کرده شود که آن هم از روی دیگر مأخذها معین کرده می شود و آن سال 78 میلادی می باشد. در نتیجه حساب و کتاب عادی چنین می براید که سال 205 ایره نامعلوم یعنی کتیبه اولین در آن وقت معلوم سال 283 میلادی است که آن آغاز عهد کنیشکا می باشد. بهندرکار این چنین اثبات کردنی می شد که محض به شرط قبول شدن چنین ترتیب خرونولوژی تاریخ کوشانیان به چارچوبه تاریخ هندوستان عیناً موافق می آید. سست بودن بسیار نکته های این فرضیه را به آسانی دیدن ممکن. آن ترتیبی که بهندرکار شاهان را به تخت می نشاند خطا بوده است. محض 20 سالی حکم راندن هر یک پادشاه نیز هیچ یک اساس ندارد. در آمد دیگر از روی مأخذهای خطایی کدژول کدفیز خیلی طولانی حکمرانی کردنش ممکن. حاضر معلومات زیاد گرد آمده است. در کتیبه ای که الحال معلوم است از سال 200 تا سال 299 ایره نامعلوم فاصله جای دارد. در کتیبه سال 187 یا 184 ویما کدفیز نامبر می شود. موافق معلومات نومیزماتی کدفیز بعد کنیشکا به تخت نشسته است، ولی کتیبه ای که در آن نام کنیشکا هست با سنه سال 1 سر می شود. بعد کتیبه سال 2 می آید و همین طور تا سال 23 دوام می کند. از این رو سنه عهد شاهان این طور می شود: وسیشکا سالهای 24-48، خویشکا سالهای 28-60، کنیشکا سالهای 11-41 و سودیو سالهای 64 یا 67-98 ایره نامعلوم. همه گپ در سر همین که مؤلفان کتیبه کنیشکا و دیگر شاهان من بعده محض کدام ایره را در نظر داشتند. یکی از ممیزان معتبر این مسئله پروفسور گلندی خانم لاخویزین دی لیف تمام متریال های موجوده را خیلی دقیقانه تحلیل نموده به خلاصه آمد که در سویه حاضره دانش باید اعتراف نمود که سال 1 عهد کنیشکا به سال 200 ایره کهنه یا عیناً برابر است یا خود چند سال ثانی تر می باشد. در اساس عقیده موافقت ایره ها و سال 199 پیش از میلاد را سر آغاز حساب کرد. در این صورت ابتدای عهد کنیشکا سال 78 میلادی می شود. بعضی دیگر عالمان هم در اساس این یا آن معلومات به عقیده آمدند که سال 78 میلادی ابتدای عهد کنیشکا است.
تحلیل نهایت دقیق کارانه پالیوگرافی عالم پاکستانی دانی امکان می دهد خلاصه برآورده شود که پالیوگرافی کتیبه ها به موافقت ایرها خلاف نیست بلکه آن را تصدیق می کند. این دلیل خیلی معتبر باشد هم ولی حل کننده نیست، زیرا پالیوگرافی هندی به آن درجه کار کرده نشده است که در اساس آن راجع به 10 ساله ها با اطمینان حکم برآوردن ممکن باشد. چطوری در بالا گفتیم در مسئله معین کردن ابتدای عهد کنیشکا دیگر فکر و عقیده ها هم هستند. سال 103 میلادی نریان، سال 128-29 میلادی مرشال، سال 144 میلادی گیرشمن، قریبی سال 200 آخرین عقیده کونف، سال 235-36 گیابل، سال 248 مجمدر. به قریبی عالم سویتی زیمل به فایده فرضیه بهندرکار دلیل های خیلی مفصل آورد که موافق آنها تمام سنه های عهد شاهان کوشانی حد الامکان ثانی تر می شود. غیر از کتیبه هایی که در هندوستان و پاکستان یافت شدند، وی متریال های نومیزماتی را نیز استفاده برده است. جدولی خرونولوژی نسبی که زیمل آن را در اساس عقیده های بهندرکار تجدید نموده است چنین است: نام حاکم کدجول کدفیس، سال کتیبه قریبی 100-160، سال میلادی 178-238. نام حاکم ویما کدفیس، سال کتیبه قریبی 160-200، سال میلادی 238-278. نام حاکم کنیشکا یک، سال کتیبه قریبی تا 23، سال میلادی 278-301. نام حاکم وسیشکا، سال کتیبه قریبی 24-28، سال میلادی 302-360. نام حاکم خویشکا، سال کتیبه قریبی 28-60، سال میلادی 306-338. نام حاکم کنیشکای 2، سال کتیبه قریبی 41، سال میلادی 319. نام حاکم وسودیو، سال کتیبه قریبی 64-98، سال میلادی 342-376. آسیای میانه در دوره کوشانیان. شما گفتار 24 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقولов خواند. کارگردان شیرعلی نوزلی.